سلام، به خبرهای از منطقه و جهان خوش آمدید. اسلام آباد امروز شاهد راهپیمایی هزاران تن در اعتراض به عدم اجرای قانون اساسی از سوی دولت این کشور بود. این تظاهرات توسط طاهر قادری از شخصیت‌های سیاسی مذهبی پاکستان رهبری می‌شد. آقای قادری تا 11 صبح امروز به دولت مهلت داده بود تا ضمن استعفا همه مجالس پاکستان را نیز منحل کند، اما دولت به این خواستش پاسخ نداد و سرانجام وی از حامیانش خواست تا به پایتخت بیایند. وی در جمع هوادارانش سخن از انقلاب در پاکستان زد. از سوی هم دادگاه عالی پاکستان امروز دستور بازداشت راجا پرویز اشرف نخست وزیر را داده است. آقای اشرف متهم به فساد مالی در جریان تصدیش در پست وزارت آب و برق است. طاهر القادری رئیس مؤسسه منهاج القرآن و از شیره‌های سیاسی مذهبی پاکستان که تا 11 صبح امروز به دولت مهلت داده بود تا ضمن استعفا همه مجالس پاکستان را نیز منحل کند، پس از پایان این مهلت در جمع طرفداران خود در اسلام آباد در حالی که در یک محفظه ضد گلوله قرار داشت ظاهر شد و به ایراد سخنرانی پرداخت. و هدف از راه اندازی تظاهرات را بازداشت و محاکمه حاکمان فاسد این کشور عنوان کرد. وی تصریح کرد که تظاهر کنندگان حاضرند با فرمان وی پارلمان این کشور را تسخیر کنند و دولت را سقوط دهند. وی که حدود یک ماه است به پاکستان برگشته از ابتدا شروع به مخالفت شدید با دولت مرکزی پاکستان کرده و تهدید نمود در صورتی که تا تاریخ 14 جنوری اصلاحات در نظام سیاسی کشور ایجاد نشود تظاهرات گسترده را در اسلام آباد راه اندازی خواهد نمود. وی از رئیس جمهور و نخست وزیر خواسته تا از مقام‌هایشان کنار بروند، در غیر آن مردمان آن را مجبور به استعفا خواهند کرد. محمد طاهر القادری ماه گذشته از کانادا به پاکستان بازگشت و از هواداران خود خواست تا به روز دوشنبه در تظاهرات در مقابل ساختمان پارلمان ملی این کشور در اسلام آباد به هدف فشار به دولت مرکزی برای برگزاری انتخابات پارلمانی بر اساس قانون اساسی این کشور شرکت کنند. در این حال رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان میگوید طرفداران قادری حق ندارند با زیر پا گذاشتن قوانین وارد مناطق ممنوعه در اسلام آباد شوند. بر اساس گزارش ها حدود 22,000 پلیس و تعداد زیاد از نیروهای ویژه به حالت آماده باش در آمدند و دستور دارند که در صورت عبور مردم از خطوط سرخ به سمت آنان شلیک کنند. همزمان با این دادگاه عالی پاکستان دستور بازداشت راجا پرویز اشرف نخست وزیر این کشور را به اتهام فساد مالی صادر کرده است. آقای اشرف متهم شده در دورانی که به عنوان وزیر آب و برق به کار مشغول بوده از شرکت‌های خصوصی انرژی پول دریافت کرده است. از سوی هم برخی از رسانه‌های پاکستان از بازداشت آقای اشرف توسط نیروهای امنیتی خبر دادند. راجا پرویز اشرف در ماه جون 2012 به عنوان نخست وزیر جدید پاکستان انتخاب شد. روسیه موشک‌های مافوق سود که قادر به پرواز با سرعت 6000 کیلومتر در ساعت است آزمایش می‌کند. وزارت دفاع روسیه می‌گوید این آزمایش قرار است در ماه‌های جولای الی آگوست 2013 انجام شود. گفته می‌شد این آزمایشات در منطقه نظامی اختونبینسکی در استراخان انجام شوند. طرح ساخت موشک‌های مافوق سود جزء طرح‌های طبقه بندی شده نظامی است و به همین دلیل رمز، اهداف و خصوصیات فنی آنها اعلام نخواهد شد. این نخستین آزمایش روسیه از این دسته موشک‌ها نیست، بل سال گذشته هم مسکو در منطقه استراخان دست به آزمایش موشک مافوق سود زد، اما موشک مورد آزمایش از سیستم تعلق هواپیما جدا و موتور خود را رها کرد و چندین کیلومتر در آسمان پرواز نمود و سپس به زمین نشست نمود. و اینکه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر از مخالفان حکومت سوریه خواسته که برای پایان خونریزی ها در این کشور با حکومت اسد گفتگو کنند. آقای لاوروف در تازه ترین بیانیه‌اش پیشنهادات اخیر بشار اسد را برجسته خوانده و به گروه های مخالف حکومت سوریه مشوره داده است که به این پیشنهادات پاسخ دهند. این در حال است که اظهارات اخیر بشار اسد با واکنش‌های تند کشورهای غربی همراه شده و بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز نسبت به آن ابراز ناامیدی کرده است. حال هم بسته از رویدادهای ورزشی.
در ادامه مسابقات فوتسال گروه‌های سی در شهر مزار شریف امروز نیز دو دیدار برگزار گردید. ابتدا تیم فوتسال سالار 3-4 در برابر الفت ناکام ماند و در دیدار دیگر تیم فوتسال عقاب 4-5 در ضربات پنالتی مغلوب تیم فوتسال جوانان صحت‌آمد شد. فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار فوتبال جهان برترین بازیسازهای فوتبال دنیا در سال 2012 را اعلام کرد که بر این اساس آندرس اینیستا با 146 امتیاز صدرنشین شد. ژاوی هرناندز با 128 امتیاز در مکان دوم ایستاد و لیونل مسی با 98 امتیاز رتبه سوم را به خود اختصاص داد. به همین گونه آندرا پرلو، مسعود اوزیل، کریستیانو رونالدو، داوید سیلوا، یحیی تورا، نیمار دا سیلوا و استیفان جرارد به ترتیب در رتبه‌های چهارم تا دهم برترین بازیسازهای فوتبال جهان قرار دارند. در ادامه رقابت‌های لیگ حرفه‌ای بسکتبال آمریکا، ممفیس گریزلیز به مصاف لاس آنجلس کلیپرز رفت و با نتیجه 99-73 تن به شکست داد. در دیگر مسابقات میامی هیتس 104-97 یوتا جاز را از پیشروی برداشت. اوکلاهاما سیتی 102-90 در برابر فینیکس سانز به پیروزی رسید. اورلاندو ماجیک 91-120 مغلوب واشنگتن شد. آتلانتا 58-97 در مقابل شیکاگو بولز ناکام ماند. مینوسوتا 98-113 بر دالاس ماورکس باخت و ساکرامنتو کینگز 124-118 کلیولند را شکست داد. رقابت‌های 23مین دور جام جهانی هندبال در اسپانیا با برگزاری مسابقات در سه گروه ادامه پیدا کرد. در مهمترین بازی‌ها تیم مجارستان با نتیجه 32-23 تیم ملی هندبال مصر را شکست داد و کرواتیا نیز با نتیجه قاطع 36-13 در برابر استرالیا به پیروزی رسید. به همین ترتیب فرانسه 30-27 تونس را از پیشروی برداشت. آلمان 33-23 موفق به شکست برزیل شد و لهستان 24-22 در مقابل بلاروس به برتری رسید. چگونگی وضعیت هوایی فردا تقدیم می شود؟ شب خوشی داشته باشید. توجه کنید به پیشگویی وضعیت آب و هوای فردا در چند ولایت کشور که به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل نیمه ابری بلندترین درجه حرارت 3، پایینترین -9. مزار شریف احتمال برفباری بلندترین درجه حرارت 5، پایینترین -6. هرات نیمه ابری بلندترین درجه حرارت 4، پایینترین -8. جلال آباد نیمه ابری بلندترین درجه حرارت 8، پایینترین 2. کندوز احتمال برفباری بلندترین درجه حرارت 2، پایینترین -2. کندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 10، پایینترین 0 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.